اصلا مهم نیست که ویدیو چقدر خوب تولید کرده باشی. اگر نفهمی که در زمان آپلود در یوتیوب تنظیمات را در چه شکل تنظیم بکنی و خیلی ها فکر میکنه که همین که آپلود بکنیم در یوتیوب کافی است، اما این نیست. ما خیلی زحمت میکشیم، خیلی تلاش میکنیم که یک محتوای خوب تولید بکنیم، اما در زمان آپلود اگر تنظیمات را در نظر نگیریم تمام زحمات ضرب صفر میشه. پس امروز با هم دیگه یاد میگیریم که چطور یک ویدیو را در یوتیوب به بهترین شکل ممکن آپلود بکنیم. بعد از اینکه وارد یوتیوب استودیو شدین، سمت راست بالا روی کرییت کلیک بکنین، از اینجا آپلود ویدیو رو انتخاب بکنین. دیگه موارد رو اینجا کار نداریم. زمانی که رو انتخاب کردین در دو روش میتونیم کلیپ خود را آپلود بکنیم. میگه drag and drop video file to upload. یکی میتونیم با ماوس فایل خود را بگیریم و بکشیم اینجا بندازیم، آپلود شروع میشه. که سلکت فایل را داریم که روی ازی کلیک بکنیم. و طور مثال امروز من آموزش قبلی که آماده کردیم را او را از اینجا انتخاب میکنم و اوپن را میزنم که مراحل آپلود را با هم دیگه بررسی بکنیم. زمانی که این کار را انجام دادیم صفحه ما تغییر میکنه. در قسمت اول تایتل داریم که فعلا تایتل یا همون عنوان کلیپ از اسم کلیپ، فایل نیم اینجا که برای ما نوشته از اسم کلیپ خودش گرفته که درآمد یوتیوب از کلیپ های بلند هست که ویدیو قبلی بوده که ما آپلود کردیم. خب شما رو میتونین خودتان هر عنوانی رو که خواسته باشین متناسب با امو ویدیویتان اینجا نوشته بکنین. و بسیار مهم است که این بخش 100 کاراکتر داره که در 100 کاراکتر درست نوشته بکنین و طوری باشه که مردم زمانی که امو موضوع آموزشتان سرچ میکنه در سرچ انجین بالا بیایه. و یک چیزی که امسال در آخرین آپدیت یوتیوب اضافه کرده است که A/B تستینگ داره. زمانی که روی ازی کلیک بکنین شما میتونید تمنال و تایتل و تمنال همزمان با همدیگه مقایسه بکنین. مثلا 3 تا عکس با عنوان تمنال انتخاب بکنین و 3 تا عنوان برش بدین، بعد خودتان ببینین که چی رقم خوب دیده میشه، کدامشون مقایسه بکنین دیگه. اما موردی که بهتر از خوبتر دیده میشه اون امور رو باز انتخاب و استفاده بکنین. فعلا این کار نداریم. پس عنوان کلیپ را اینجا می نویسیم، معلومات درباره کلیپ را در دیسکریپشن نوشته میکنیم که 5000 کاراکتر باید باشه. البته یک موضوع رو براتون بگویم، زمانی که آپلود را شما ویدیو رو که آپلود کردین در این پایین برای ما آپلودینگ 2% نوشته کرده، یعنی که 2% از ویدیو ما آپلود شده.